سرخط خبرها شهروندی با ریوزی خدمت در ارتش هشدار مقامات تاجیک به مهاجران دوشنبه از قطع مناقشه خبر داد توشیف از برداشتن 8 پستگاه در روسیه تقریبا 800 ناراضی بسیجسازی را دستگیر کردند. روز بخیر بیننده عزیز، امیدوارم خوبید. نویدی بومدادی را با آخرین خبر و گزارش ها تقدیمتان میکنیم. امروز 26 سپتامبر است. در شبکه‌های اجتماعی عکس یک اعلان با زبان تاجیکی نشر شد که در آن شهروندان تاجیکستان را با وعده به آسانی به دست آوردن شهروندی روسیه به خدمت قراردادی به صف قوه‌های مسلح روسیه دعوت میکند. از داوطلبان تنها از 18 ساله بالا بودند به خدمت حربی موافق بودن سلامتیشان و دانستن زبان روسی تقاضا می شود. در عوض به آنها معاش ماهانه به اندازه کمش 190,000 روبل و همچنین تامین با منزل و خوراکواری، یاری طبی، تامین نفقه و حفظ اجتماعی اعضای عائله حربی و دیگر امتیاز و کفالت‌های اجتماعی و جبران‌ها هنگام اجرای وظیفه‌ها در حالت فوق‌العاده و درگیری‌های مسلحانه وعده داده شده است. همین وعده آخری مربوط به اشتراک در درگیری‌های مسلحانه بسیاری ها را نگران ساخته است، زیرا باور می رود که دعوت عمومی مهاجران به ارتش روسیه به خاطر فرستادن آنها به جنگ اوکراین صورت می گیرد. اما وزارت مهنت و مهاجرت از مهاجران تاجیک خواست به جنگ نروند. این نهاد گفته است برای شرکت در عملیات‌های جنگی در کشورهای خارج از 12 تا 20 سال حبس پیش بینی شده است. مقامات تاجیکستان گفتند که با جانب قرقیزستان سند قطع مناقشه مرزی را امضا کردند، ولی تفصیلاتش را آشکار نکردند. واخوری جانب‌ها روز 25 سپتامبر در گذرگاه قزلبیل برگزار شد. در اطلاعیه جداگانه حکومت ولایت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک‌های ایلاوگی حربی از مرز صحبت شده است. جانب‌ها روز 19 سپتامبر نیز برای بیرون بردن نیروهای اضافی و تکنیک‌های حربی از مرز به سازش رسیده بودند، ولی معلوم نیست چرا اجرا نشد. در حالی که مقامات تاجیکستان تفصیلات ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفته است دو طرف کاری 8 پستگاه را در سرحد باز می‌دارند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی نوشت قمچیبک توشیف در این باره 25 سپتامبر و بعد ملاقات هیئت‌های دوشنبه و بیشکک در گذرگاه قزلبیل به خبرنگاران اطلاع داده است. در درگیری‌های روزهای 14 تا 17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تظاهرات علیه بسیجسازی در شهرهای روسیه ادامه دارد، اما مقامات آن کشور تقریبا 800 نفر را دستگیر کردند. با گزارش سازمان اووید اینفو تا 25 سپتامبر در 33 شهر روسیه اساساً مسکو کمش 796 نفر بازداشت شدند. این سازمان حامی حقوق بشر که بازداشت آدمان را در روسیه نظارت می‌کند گفت بعضی از آنها نابالغ هستند. تظاهرات پس از اعلان قسماً سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش با پشتیبانی گروه مخالف وسنا و طرفداران سیاستمدار زندانی الکسی ناوالنی شروع شد. فرمان بسیجسازی را رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 سپتامبر امضا کرد. طبق آن برای تقویت نیروهای نظامی روسیه در اوکراین می‌جنگند دعوت 300,000 نیروی احتیاطی و ذخیروی روسیه پیش بینی شده است. تصویرها در رسانه‌های روسیه بیانگر استفاده زور علیه ناراضیان است. امردین аловатшоев یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان را از محبس شهر وحدت دوباره به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه آوردند. аловатшоев آخر ماه اپریل به 18 سال زندان محکوم و برای ادای جزا به محبس وحدت انتقال داده شده بود. یک منبع رادیوی آزادی بدون ذکر نامش گفت مقامات امردین аловатшоев را اولی هفته گذشته از محبس شهر وحدت به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه انتقال دادند. پیوندان аловатшоев انتقال او را از محبس به بازداشتگاه موقتی تصدیق کردند، اما گفتند سببش را نمیدانند. مقامات هم نگفتند که سببی به بازداشتگاه شهر دوشنبه آوردن امردین аловатшоев چیست، ولی یک همصحبت ما در بازداشتگاه شهر دوشنبه گفت аловатшоев را برای شاهدی دادن در مرافعه خولباشف از محبس آوردند. امردین аловатшоев را آخر ماه اپریل بر اساس 5 بند کودکس جنایی
به 18 سال زندان محکوم کرده بودند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه 48 بین المللی کینگز کاپ 2022 تیم ملی مالایزیا را از روی سلسله پنالتی 11 متری با حساب 3-0 شکست داد و برنده جام شو 2022 شد. مسابقه شام 25 سپتامبر در ورزشگاه در شهر تایلند و زیر باران گذشت. زمانی اساسی بازی با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. برای معین کردن دسته غالب سلسله پنالتی یا ضربه‌های 11 متری تعیین گردید. با این ترتیب مهارت بلند رستم یتیموف که بهترین بازیگر این دیدار اعتراف شد و منتخب تاجیکستان پیروزی آورد. 250 اتوبوس و تریلیبوس دوشنبه به نظام نظارتی ماهواره GPS تراکر پیوست شده نسبی چونین تجهیزات به وسایل دیگر نقلیات مسافربری شهری ادامه دارد که روای نقلیات جمعیتی را تنظیم خواهد کرد. ساکنان همیشه از مشکل خدمت‌رسانی نقلیات شهر انتقاد میکنند. گزارشی همکاران ما اسکندر فیروز و امیر اسویف را همراه میبینیم. دوشنبه به نظام نظارتی GPS تراکر پیوست شده آمد و رفت ساکنان آسان‌تر می شود. ساکنان باشد تا حال از حرکت واسطه‌های نقلیات جمعیتی انتقاد میکنند. در کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان به رادیو آزادی در صحبت بدون ثبت گفتند که توسط تجهیزات GPS تراکر از طریق علاقه ماهواره‌ای اطلاع درباره توقف، سرعت حرکت اتوبوس و تریلیبوس‌ها، نظارت سوزشواری، شماره مسافران و مرکزهای نظارتی مستقیم پیشنهاد می شود. با گفته این منبع فعلا 250 عدد اتوبوس و تریلیبوس با این تجهیزات مجهز شده نسب آن به نقلیات دیگر جمعیتی ادامه دارد. بازم خوبتر می شود، فکرم بازم نقصتر می شود. براستی نمیدونم خوب می شود یا نه. شهر ما نه چندان بزرگ است. نظارت ماهواره‌ای به ما لازم است یا نه. نقلیات پسی هم منتظم می آید. نظمش اگر هست مثل گوگل مپس یا جی پی اس یا یگان اپ هست با این اداب نمی شود. با فایده میشه البته حتما. باید بیاید. وقتی که خیلی نصب کردن موافق قاعده شرایط باید جوابگو باشه. در پرسش‌های سریراهی رادیو آزادی ساکنان و مهمانان پایتخت امیدواری کردند که با راه‌اندازی چنین طرز نظارت حرکت نقلیات مسافربر مشکل آمد و رفت تا اندازه از بین برده می شود. برخی دیگر باور ندارند که هر گونه ناباوری تواند کمبودها را در نظام حرکت نقلیات برطرف سازد. اکثر وقتش نمیاد خیلی میشه حالتایی که کمتر رسیده میشه. بله، بعد ساعت 10 و تا 12 بعد نمیشد که نقلیات حرکت میکرد. مسافران هم کمتر میشوند و آزادانه میشود نقلیات مسافربر را استفاده کرد. بگوی روزی متاسفانه من در نزدیکی فرودگاه زندگی میکنم و با مشکلی نقلیات جمعیتی روبرو میشوم. مخصوصا بعد از ساعت 9 نقلیات خوب کار نمیکند. خواهر کنم برای تکنولوژی موصل استفاده برای خوبتر شد، بهتر میشه تو اسپان. البته دویم وقت سر وقت میگیرد. شبانه مثلا بگویی شب نمیدونم. شب نمیدونم. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 26 سپتامبر را فرا میگیرد. 26 сентябри соли 1999 райпурсии аввалини тағйири сарқонун ё конститутсияи тоҷикистон баргузор шуд ки дар натиҷаи он муҳлати президентӣ дар кишвар аз 2 давраи 5 солӣ ба як давраи 7 солӣ иваз шуд. дар ҳамин референдум ба ҳизби динии наҳзати исломӣ иҷозаи фаъолият дода шуд ва парлумони тоҷикистон дупалатаӣ гашт, вале дар соли 2016 дар референдуми сеюми конститутсионӣ фаъолияти ҳизби динӣ манъ шуд. қонуни асосии тоҷикистон 3 бор тағйир дода шуд ва ҳамаи ин райпурсиҳоро созмонҳои байналмилалӣ ношаффоф номиданд. дар як тасмими камсобиқаи давлати тоҷикистон соли 2018 ба беш аз 3700 нафар шаҳрвандии тоҷикистонро тақдим кард ки аксари онҳо муддатҳои дароз сокинони маҳрум аз шаҳрвандӣ вале сокини ин кишвар буданд. 28 сентябри соли 2018 комиссарияти олии созмони милал дар умури паноҳандагон аз ин қарор истиқбол кард ва гуфт ки ҳаққи шаҳрвандӣ ба зиндагии чунин афрод таъсири мусбат мегузорад ва иҷоза медиҳад ба хадамоти муҳими давлатӣ ба мисли тандурустӣ ва таҳсилу кор баҳраманд шаванд. тоҷикистон ба шумоли кишварҳои дохил мешавад ки дарёфти шаҳрвандии он осон нест.
26 сентябри соли 1932 дар Сталинобод Владимир Вайнович таваллуд шуд, ки чун нависандаи дигарандешу мунаққиди ҳукумати шӯравӣ ном баровард. Як фаъоли ҳаракати ҳомиёни ҳуқуқи инсон буд ва барои асарҳои танзомезаш дар бораи низоми худкомаи шӯравӣ соли 1980 барои 10 сол аз шаҳрвандии СССР маҳрум шуд. баъди бозгашт аз зиндагӣ дар олмон мавқеашро дигар накард ва аз ҷумла ҳукумати президент Владимир Путинро барои ҷанг дар Чеченистон ва ишғоли Қрим маҳкум намуд. бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. навиштани назару пешниҳодҳои худро ба мо фаромӯш накунед. То фардо дар ҳамин вақту соат. хайр, худо нигаҳдор.